سلام دوستان عزیز، انشالله که جور و صحتمند باشید. دوستان عزیز ویدیو رو رد نکنید تا آخر مشاهده بکنید، اطلاعاتی به درتان میخوره. مطمئن باش تا میتونم شیر بکنید که دوستان عزیزم که همچی اتفاقی که در روزای در این مدت چند مدت ها شده که همچی اتفاقی به وجود میاد برای شما نبیفته. شخصایی به وجود آمده که مسنجر شما را هک میکنن، از طریق مسنجر شما برای فامیل شما، برای دوستان شما پول درخواست میکنن، نیاز است به پول یا ارسال کنه برای یک شخص دیگه. خلاصه از این صحبت ها شما این کار را نکنه. از دوست فامیلتان از طریق مسنجر با شما در تماس میشه پول ارسال کنه و چیزهای دیگر، شما قبول نکنه تا وقتی که با خود شخص صاحب مسنجر در تماس شوید، دایرکت تماس بگیری یا از طریق واتساپ تماس بگیری. خب که دیده حقیقت داره بعدا این کار خاصی بکنه، خاصی نکنه. این خواستم برای شما یک ویدیو بسازم. همچین اتفاقی برای خودم شخص افتاد. یکی از فامیلایم مسنجرش هک شده بود، از طریق برای من پیام میماند که امکانش هست برای من از طریق ما پول ارسال بکنی به یک شخصی که نیاز دارن. خلاصه من همه چیز اوکی کردم. بعدا متوجه شدم وسط صحبت ها که وسط پیام ها، البته صحبت نبوده دوستان عزیز، من صدا ارسال میکردم چون سر کار بودم، او بر من از طریق چت تماس میگرفت. خب به هر حال تماس گرفتیم با اون شخصی که مسنجرش هک شده بود. خوشبختانه هم تازه متوجه شده بود که همچین چیزی هست. ما که همراه این شخصی که هک کرده و در تماس شدم و خلاصه صدا ارسال کردم تا اینکه مطمئن شد که من پول ارسال میکنم تا مشخصات بانک و نام و مشخصات شماره تماسشان رو بگیرم. خوشبختانه موفق شدم. خواست میرم برای شما اشتراک بانم، شماره تماس، شماره حسابشان، نام مشخصاتشان از طریق ایران این اتفاق افتاده. خواستم در جریان بانم شما دوستان عزیزه که امیدوارم خسته کننده براتان نبوده باشه، اطلاعات خوب باشه براتان، خیلی مواظب باشی از این دوزا زیاد پیدا شده. آرزوی موفقیت بر تک تک شما دوستان عزیز. تا میتوانید ویدیو رو شیر کنید که دوستان عزیز دیگه هم که در جریان نیستن و اطلاع داشته باشن خوب است. آرزوی موفقیت بر تک تک شما دوستان عزیز.